سلام برای بکس یوتیوب من، خوش اومدید به یک ویدیوی جنجالی دیگه. آقا چون از ایده آرتا حمایت کردین و خیلی دوست داشتین، امروز میخوایم این کارو متفاوت تر بکنیم. امروز قراره که من زنگ بزنم به دوستای آرتا و بگم که آره من مچ آرتا رو گرفتم و حالا به هر نحوی ببینیم که کی پشت آرتا در میاد، کی میگه که نه من نبودم خودش بوده. بریم ببینیم که رفیقای دوست پسرمون رو بشناسیم. خب بچه‌ها بریم که زنگ بزنیم ببینیم که چی میگن. اول بریم به آرش زنگ بزنیم که میدونم جواب میده سریع. آرش خوبی؟ آرش ببین یه چیزی ازت میپرسم، لطفا راستشو بگو. ببین الان تو گوشی آرتا خب یه مسیج دیدم، بعد الان داره میگه آرش به من گفتش که من مسیج بدم و اینا. الان یه حقیقت داره، تو واقعا بهش گفتی به این دختره مسیج بده؟ آره چرا؟ نگفت میگم بره بکن. نه به من چیزی نگفته دیگه. پس گفته که یعنی تو خبر داری، یعنی تو بهش گفته بودی دیگه. خیلی آشغالی، کثافت، خیلی کثافتی، واقعا برات متاسفم. یعنی یاسی هم میدونه، یعنی واقعا آرش یزید تو کثافت. همین الان زبطن تو بزنم دیگه هم به اعتماد ندارم. فهمیدی؟ آره گفتم از آرزوی آرتا ولی یه درصد حفظ کنیم. پس تو فهمیدی؟ دروغ داری میگی بابا الکی. تا الان فهمیدی ویدیو یوتیوبه؟ ما میدونستم ویدیو یوتیوبه. باشه کاری نداری میبینم دیگه. باشه کاری نداری. خدافظ. با یاسی بعدا حرف میزنم. خدافظ. دیدی چقدر سریع؟ آره و میگفت یاسی هم میتونه، تو یاسی هم درجه یاسی خود زبدر آرش رو محکم بزنم. محکم. خب آقا ورقا و والا پیش هم دیگه هن. من یعنی چی؟ دوستای من به تو هم یعنی چی؟ این که کار زشته. دروغ یعنی من بگم؟ نه الان میخوایم ببینیم دوستای من پشت من در میان یا نه. باشه به هر حال به من بر راستشو میگفتن. الان به ورقا دارم زنگ میزنم. الو ورقا خوبی؟ مرسی. الان میتونی بری یه جا کارت دارم. کسی نباشه یه جا که کسی صدامو نشنوه. ایست خوستی میخوام بگم. ببین ورقا من تو گوشی آرتا یه مسیج دیدم با یه دختره، بعد میگه ورقا صحبت کرده با گوشی من اون تایم. حالا بعد میگه که ورقا صحبت کرده اون تایم و اینو. میخوام ببینم حقیقت داره، تو واقعا با گوشی آرتا با دختر صحبت کردی؟ گوشی آرتا زیاد کار کردم. آره پیش اومده. من نمیدونم دیگه کی راست میگه کی دروغ میگه دیگه. ببین راست میگم، یعنی من با گوشی رو زیاد در رفتم کار کردم. خیلی آشغالی کثافت. به خدا دیگه به اعتماد نمی‌کنم. تو الان تو ویدیو یوتیوبی ولی یزید تو. میگه با گوشی آرتا. تو کی اصلا گوشی آرتا دستت بوده؟ گوشی رو قطع میکنم زبدرت هم میزنم. این برا نبینمت. گوش کن. نه آقا جدی خب این کار کردم چه رفتی داره؟ عجب آدمی هستی. نه پس این که با گوشی آرتا با دختر حرف زد. وایسته من با آرتا کار دارم. قطع کن. سبتر تو هم خورد. خداحافظ. آقا یعنی چی؟ نمیفهمم. به من دروغ داره
دارن میگن آقا دروغ. یعنی تو چقدر اونجا خوشحال وایسادی؟ تا الان رفیقای من رفیقای بودن. بیا برو. وای عجب دوستایی داره ها. میگه آره شده. وای چه هرسی دارم میخورم باورم نمیشه. بسا زبدر اینم بزنم. او زبدر نداره. همینی که هست. دروغ دارن میگن من دارم یه داستان دروغ رو توضیح میدم. میخوای ببین رفیقای من پشت من هستن یعنی چی؟ رفیقای تو هم همینن دیگه. رفیقای همه همینن. کسی قرار باشه به نفع من عمل نکنه رفیق من دیگه. باشه نداره ولی اوکی ولی ببینم. یا بابا بیا پایین سرمون درد گرفت. پایین چون اونجا لبخند زدی پشت شوفاشم نشستی. وایسا بعد ویدیو کارت دارم. یعنی عالیان این پسرا. بذار به آریا زنگ بزنم. به آریا چی بگم؟ الو آریا خوبی؟ ببین آریا یه چیزی ازت میپرسم چه درست جوابمو بدی. ببین من یه مسیج تو گوشی آرتا دیدم میگه که آریا واسه رستوران مسیج داده از گوشی من. داره راست میگه؟ تو واقعا گوشی آرتا واسه رستوران به دختر مسیج دادی؟ آریا واقعا مثلا نمیدونم چی بگم. خیلی آشغالی آریا کذابت. تا الان تو ویدیو یوتیوبی این دروغا یکی من جواب اگه من تو رو بذار ببینم میای اینجا دیگه با کتک میفرستمت بیرون. زبدر آریا هم بزنی. زبدر آریا رو بزنی. خداحافظ. یعنی وای میبینی تو رو خدا. همین زبدر آریا رو بزنم. آقا من میخوام ببینم حقیقت آدم راستگویی هیچ وقت نباید دروغ بگه. یعنی تو اگه داری به رفیقای من زنگ میزنی اونا هیچ وقت باشه من دارم یه داستان دروغ میسازم بعد الان بگن چی از اینا نمیدونم داستان رو تعریف میگن آره نبودم. رفیقای من دارم مثلا به دوست تو یا مثلا ببین به خدا لپتاپو تو سرت میزنم. اصلا الان ترسی هم زبانی نکن جان پشتش و پشت لم دادی. بگو گفتم منم چی تو میوت کنید بگو آرتا من گفتم منم میام چطور. الو سمی خوبی؟ سمی ببین آرتا 20 دقیقه است به من گفت دارم میرم نمیدونم یه سمتش سمی یه دونه فلش بگیرم ازش سر نمیدونم بیت آهنگاش ولی هرچی زنگ میزنم جوابم نمیده. اونجاست؟ نرسیده. خیلی کذابتی. هنوز نرسیده. وایسا زنگ میزنم الان رها با دمپایی حسابتو برسه. بیار میشه دل موسط تنگ شد. باشه قربونت خدا نرسیده. دمش کم ستونه گرمی. خیلی به سر با آنه ما زبدر زمین رو بزن. الان دوباره شروع کن. زبدر نه منظور اینه که رفیقاش خودش نباید بفروشه. الان دوباره اینو باید بگم. کوروش زنگ بزنم. بابا کوروش جواب نمیده. آره کوروش هم همینو میگم. فقط اینکه چرا جواب نمیده. پدرمون رو در مورد تلفن جواب. خب آقا کوروش جواب نداد. ما هر کاری کردیم جواب نداد. متاسفانه نتونست حضور پیدا کنه. بریم که رسام رو داشته باشیم. رفیق جینگ آقا آرتا.
الو رستم خوبی؟ رستم ببین آرتا به من گفت داره میاد پیش تو اونجاست؟ آرتا آره اینجا ما رستوران الو گوشی رو دقیقه میدی بهش؟ آرتا پایین رفته تو آشپزخونه با قدرتی نداره حرف بزنه بذار برم صداش کنم پایین هتله باش لحظه بساری باورم نمیشه دیگه وایسا آنتن نداره رینگ اینجا خیلی شلوغه پر مشتری الان میرم پای صداش میکنم میگم بزنه مثلا پایین من سری میرم بابا خب بذار گوشی رو بده بهش خرد نمیخواد بکنن باشه الان نمیشه باز خرد کرد خیلی دروغگوه بذارید بهش بگم دیگه واقعا بذارید بهش بگم دیگه واقعا موندم خط نکن آشقال دروغ دارم میگم کسافت ناروزن آشقاله دروغگو تو ویدیو یوتیوب دارم دروغ میگفتم آرتا اونجا آرتا بغل منه کسافت ببین بذار پات برسه اینجا میای خونه ما دیگه بارت میکنم چرا خلوته که چرا صدا نمیاد همون کجایی بگو قطع کرد کوروش جواب نداد دانیال ددان جواب نداد بقیه همه جواب دادن آره دیگه بقیه همه جواب دادن دیگه اینکه اینم هم جواب عرفان اصلا 3 تا پسرا ماشاءالله هیچ کدومشون جوابگو نبودن البته خب دانیال شماره من نداشته ممکنه که ناشناس بوده جواب نده خلاصه که همین دیگه این هم از رفقای آرتا که همه به ما دروغ گفتن و نفروختن باری کلا بهشون از این بابت باری کلا ولی دروغگویی هیچ وقت خوب نیست ببین هیچ وقت خوب نیست من با تو کار دارم بچه یادتون نره چند سابسکرایب بکنید یادتون نره کامنت انگلیسی بذارین تا ویدیوهای بعدی بدرود برید دوستای دوست پسراتون رو بشناسید که واقعا من الان اعصابم خوبه